زکریا احمدی هستم، یکی از مؤسسین و بنیانگذاران بیات اکادمی. مسلما مراکز آموزشی بر مبنای یک هدف مشخص تأسیس میشه و بیات اکادمی هم مستثنای از این قاعده نیست و ما هم به هدف آموزش و پرورش استعدادهای نسل نوین کشور و عرضه خدمات آموزشی و اخصاً آموزش زبان انگلیسی کوشش کردیم و تلاش کردیم تا با ایجاد سیستم جدید و جامع در خدمت نسل نوین کشور باشیم و انگلیسی را به شکل علمی و اکادمیک برای همنسلان ما آموزش بدیم. تمام مراکز آموزشی ما مطمئن هستم و معتقد هستم که نقش در بیداری اجتماعی و تنویر اذهان عمومی دارند و بیات اکادمی و چیزی که بیات اکادمی را نسبت به سایر مراکز آموزشی متمایز می‌سازد است که بیات اکادمی بانی یک سیستم جدید و جامع است و بیات اکادمی یک شبه و با تصمیم یک نفر تأسیس و بنیانگذاری نشده. حدوداً یک سال قبل جمعی از اساتید نخبه و متبحر زبان انگلیسی دور هم جمع شدند و قرار شد یک مرکز آموزشی را تأسیس بکنند که بعد از یک سال تلاش‌های بی‌شایبه، شبانه روزی و همه جانبه دوستان ما موفق شدیم تا یک سیستمی را ایجاد بکنیم که این سیستم هم جامع باشد، هم مفید باشد و هم مؤثر و هم انگلیسی را به شکل سریع و کوتاه مدت برای علاقه‌مندان آموزش می‌دهد. شما مستحضرید که انگلیسی متاسفانه تبدیل به یک معضل لاینحل برای عده کثیری از جوانان و قشر تحصیل کرده است. و ما تلاش کردیم که همین ذهنیت را کلاً معلوم بسازیم که انگلیسی معضل لاینحل است. انگلیسی معضل لاینحل نیست. بستگی به اراده و تصمیم قطعی شما دارد و انتخاب درست و دقیق شما. انتخاب درست و دقیق مفهومش است که شما مرکز آموزشی و آموزشگاهی را انتخاب بکنید که هم سیستم بروز و جامع داشته باشد و هم اساتید ورزیده. بیات اکادمی و اساتیدی که در بیات اکادمی تدریس میکنه همگان بلا استثناء حداقل 10 سال تجربه تدریس در معتبرترین نهادهای آموزشی و مراکز آموزشی افغانستان و کابل را دارد. همین ویژگی هایی است که بیات اکادمی را نسبت به سایر مراکز آموزشی متمایز می‌سازد. ما برنامه خود را به 3 بخش تقسیم کردیم. یکی برنامه‌های دراز مدت هست، یعنی برنامه‌های انگلیسی عمومی برای کسایی که انگلیسی را از ابتدا شروع میکنند. سیستم را که ما برای اونا طراحی کردیم کلا سیستم 10 ماه است، یعنی سیستم خیلی مطول و طولانی که باعث ضیاع وقت شما شود، صرفاً برای یادگیری زبان انگلیسی نیست. گاهی ممکن برنامه‌های فوق‌العاده مطول باشد در حدود 2 سال و اینا که باعث تضییع وقت میشه به نظر من و ما تلاش کردیم که برنامه را مفید و مؤثر و در عین حال کوتاه مدت تنظیم بکنین که به همین 10 ماهی که شما درس میخونین شما قادر خود بودین که انگلیسی عمومی را انشاءالله یاد. بیات اکادمی مرجع تخصصی زبان انگلیسی اکادمی هست و بیات اکادمی برند معتبر آموزش زبان انگلیسی. این دورنمای ماست. یعنی بیات اکادمی بعد از چند سال و با مرور زمان باید اعتبار اجتماعی را کسب بکنه و اعتبار مردم را کسب بکنه که بیات اکادمی من حیث یکی از مراکز معتبر زبان انگلیسی در افغانستان حداقل شناخته. خیر سلامت باشین، خوشحال شدم.